شیطان میاد میگه که موسی تو هستی همون پیغمبری که با خدا گپ میزنی؟ میگه بله. میگه نمیپرسی از همون پروردگار که یک شخص میخواهد توبه کند آیا توبهش قبول میکند؟ وقتی موسی این پیشنهادی به خدا میکند الله میگوید موسی آن کسی میخواهد که توبه کند و توبه را خدا قبول کند اون کسی که از تو پرسید وای شیطان است. یقین دار وای شیطان است. مقصد موسی را با شیطان شناس کرد و به موسی چی گفت؟ گفت برو با شیطان بگو اگر رفته قبر حضرت آدم، اگه دوره حضرت موسی در آدم مردگی بود که حضرت آدم، اگر رفته قبر همو را زیارت کند در زیر قبر همو سجده کند من توبه شیطانم قبول بکنم. غزالی میگن وقتی که موسی همین پیشنهاد به شیطان کرد و شیطان گفت پروردگار میگوید توبهش قبول میکنم زمانی که اگر قبر آدم سجده کند. او همه عداوت و بخیلی شیطانم برای انسان بود که از پشت انسان پروردگار او را از جنتش پیش کرده. بسیار نفرت که داشت. بعد چی گفت؟ بعد گفت ای موسی گفت این آدم گفت در جنت حیات بود زنده بود من سجدش نکردم. اکنون گفت او زیر خاک است اکنون وای مرد است من رفته قبرش سجده میکنم نگو سجده نمیکنم. گفت ببین دشمنی را ببینین عداوت را ببین. حتی امام غزالی میگه در دوزخ صدها هزار سال میسوزه. بعد این میگوید وقتی مهلتش میتن و با اون میگویند اگر رفته آدم از سجده کنی الله از همین دوزخ عذابش خلاصت میکنه. اگر شیطان میگشت است میگفت است پروردگار صدها هزار سال دیگر را طاقت دارم لیکن آدم از سجده نمیکنم. ببینین همه ملائک سجده میکنن، همه ملائک سجده حضرت آدم کردن. غزالی میگوید صدها هزار سوختنش به گردن میگیرد لیکن سجده در آدم میگرد نمیگیرم. عداوت دارد، دشمنی دارد. امروز بنده های خدا با پیروی همون هستند. شما ببینید ما پیروی کی میشیم؟ الله در قرآن صراحتا بیان میکند که وای کافر است در پیش پروردگار. او قدر ندارد، منزلت ندارد. انسان ها پایبند او میشوند. و یک قصه بغدادی را میکنم به همین خاتمه میبخشیم. چنین نقل است اندر ساعتی روز جنید اندر ره میرفت با سوز. جنیدالله بغدادی میگه در راه های کوچه های بغداد با سوز و گداز قدم میزد به ناگاه دید آن ملعون شیطان و مکاری شده چو طفل عریان. نگاه کرد که همین شیطان خودش در صورت یک کودک در آورده است. مردم همه در گردنش سوار کردگی و شیطان نوازش دارد. جنیدالله که میگه دوست خدا شناخت بگفت ای لعنتی شرم نداری که خود را بر سر مردم براری. شرم نمیکنی؟ گفت از خدا نمیترسی؟ در بالای همین مردم تو سوار هستی؟ تو دشمن خدا در بالای همین دوست خدا می نشینی؟ اینا شرف دارن، قدر دارن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این ما در بهترین صورت خدا گفت آفریدیم. این قدر دارد. در بالای همین تو میبرایی؟ جنیدالله را قهرش کرد. بگفت ابلیس. یکی ابلیس چی جواب گفت؟ بگفت ابلیس که مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود و خرچران در روی دنیا. بود مردم همه قوم جگرریش که رای حق پرستی کرده در پیش. گفت جنیدالله گفت تو در راه درو. گفت اینایی که من سوار میشم اینا اصلا از من دم گنده هستن. اینا همش هم قوم منن، اینا هم فکری منن، اینا از من هیچ جگه کندگی ندارن. چیزی که ما در سوره ناس من الجنت و الناس میخوانیم خدایا از جن و از انسانهایی که طبیعت جن و همون گویم که رفتار همون شیطان دارن از همین خیل انسان ها به سوی تو پناه طلب میکنیم. پس گفت اینا هم مثل من هستن. اینا را مردم نگو، اینا را انسان نگو. از این خاطر دادر عزیز علال خصوص خواهرایی که با صدای مرا میشنوند شما دشمن خدا را پیرو نشوید. زیرا الله گفت
وقتی که شیطان مهلت گرفت او خدای تا روز قیامت اجازتم بده من همین بندگاری را در اغوا اندازم، همینا را از راه های درست بیراه کنم. خدا مهلتش داد و گفت کسی پیروی تو میشود همراه تو سرنگون در دوزخ میفته. از این خاطر اگر ماها العیاذ بالله، اگر خواهرای ما، اگر مادرای ما با این دشمنی خدا اگر پیرو شوند، مثل بینمازی کنند، شوهرها را احترام نکنند، اگر بینمازی کنند، خب عرق نوشی کنند، زیناکاری کنند، در راههای حرام از راههای حرام درآمد گیرند، در راههای حرام قدم گذارند، بیشک از این سوره قرآن است اینا پیرو شیطان است، همراه شیطان در همه آتش سوزان پروردگار پرتافته میشن. و این خواهر عزیز همون کسایی که زن نزد پیغمبر خدا آمد و از یک حدیث پیغمبر خدا اینقدر ترسان بود که حبیب خدا من شنیدم که تو میگفتی بهترین زن همان زن بود است که اذا نظرت علیها سرت کرد. حبیب خدا گفت بهترین زن همون زنی است که وقتی مردک در چهره او نگاه کند خوشحال شود. ببینین وقتی مردک در چهره زن نظر کند، چهره زن همچنان چهره با تبسم است، آنچنان چهره خوب به شوهرش نمایش میدهد که مردک از نظر کردن زن خوشحال شود. حبیب خدا گفت این زن زن جنتی است و این زن بهترین زن است. ببینین ولی اگر زن، ولی ممکن خیلی آدمایی که زناشون همین خیلی استقبال خوبشون میگیرن تیز این سخنی من میفهمن، لیکن کسایی را که استقبال نمیگیرن شاید که مثال گویم بود استقبالی به این خیلی چهره چخل باشه، آن ندیده است بیچاره، ندیده است و زنی او هم بیچاره این سخن که نشنیده است که بهترین زن زنی است که مثال با مرده که بیگانه نمیخنده، با همسینفش نمیخنده، با همسایش نمیخنده، همون بهترین خنده و تبسم شه در همه حلالترین مردک و از همه بزرگترین مردک برای او شوهرش است، همون تبسم زیباش برای شوهرش میکنه. وقتی میبینه شوهر میآید همین خیلی یک تبسم میکند که یعنی از آمدن تو ای مردک من خوشحالم، من خرسندم. انا وقتی همین خیلی قبول که کرد این پیغمبر خدا گفت بهترین زن است. این زن آمد گفت ای حبیب خدا این سخنه که من شنیدم من شوهر نمیکنم. گفتن چرا شوهر نمیکنی؟ آخر اگر یکی من مبادای یگان بار اگر یکی خاطرم مشوش باشه، یکی خاطرم پریشان باشه، یکی اگان مصیبت داشته باشم و شوهر ما استقبال خوب نگیرم، از جمله بدترین زنها باشم، پیش خدا را چی جواب بگم؟ برای یک تبسم این زن خدا ترسیش ببین. حال امروز مثال زنای ما اکنون من همش در نظر ندارم، من زنها را به نام خدا گفتی همون تاجیکای ما شما ای میده نان دم حرمت میکنید. ما زنها را دوست میداریم چگونه پیغمبر ما دوست میداشت، ما حرمت میکنیم. فقط دلالت آن همین است که خواهر عزیز دیگر یگانه چیزی تو را جنت میبره حرمت شوهر میبره. یگانه چیزی که تو را وارد جنت میکند اینم چی است؟ اینم حتی که همون گویا که راضیگی شوهر است. حتی حدیثات خواندیم که روز قیامت وقتی زنک هم جنت میدونه مردک هم جنت، خداوند برای همین مردک و زنک کوشک‌ها را وقتی بینا میکنن همین زنک هم میگه پیش مردک میارن. همین زنی در دنیا بودگیت از حورهای جنتی دا میگه زیبا است، لیکن خدا از مردک میپرسه همین را زن کردن میخوای یا نمیخوای؟ این اگر میگه زنی خوب باشه، زنی بود در دنیا که بسیار مونیس بود، غمخوار بود، مردک همه پستی و بلندی هاش اهمیت میداد، همونجا مردک هم که دلش بکشد میگفت بله پروردگار میخواهم که با این در همین جمع چی باشم، البته همون زن و شوهری که داشتیم همون را در همین جا برپا کنیم. به این خاطر خواهر عزیز به یک دنیا زندگی شما آخر نمی آمد، بلکه شما در جنت هم یک جایه اید. به این خاطر فقط شما اگر حرمت همین مردکا را بجا، مردکان باید گفت یکی استاد من دامونا مردکان باید زنا را حرمت کنند. چگونه پیغمبر من حرمت میکرد، عایشه چگونه که پیغمبر حرمت میکرد.
همچون حرمت کنیم. آری زنای ما و شما حرمت در چی میبینن؟ یک یگان گپ شما پیش باشه میخواد توبه کنید توبه کنید. این میخواد گویا کنید خدا ترسی باشه. یا اینکه تمام گویا حق شوهر به جا آمد. یا یک چهار کلمه را یک میپزه یک طرفک رایش میکنه مثال برای نمیره مثال حضرت امیر سعید علی حمدانی را بتیم خب مقصد هم یک نشانه خدا ترسی نخوارید. تا اگر کلمه را سری قدی بکید در پیش مردک دو پس پیشه که مردک در گمان او ثوابی را که در اینجا میگیری اگر تمام دنیا را تقسیمش که خیلی ثواب نیست. مرحمت برای تو بهترین راه بهترین توشه انا همین است. خدا همه ما و شما را خاتمه بخیر دهد و خدای مهربان ما و شما را به آن چیزی که شنیدیم عمل کننده گرداند.